سلام دوستان، امیدوارم عالی باشین. مریم هستم از ونکوور. الان یک مدتیه من حدودا 7-10 دقیقه یک روبی هست جلوی مکدونالد وایسادم. یک اتفاقی رو دیدم جلوم رقم خورد و خیلی ناراحت شدم. خواستم که با شما هم شیر کنم و یک تلنگری بشه، هم به خودم هم به شما. دیدم که یک خانم آقای سالمندی حدوداً 65-70 ساله ایژین بودن و بندگان خدا خیلی هم نحیف و لاغر بودن. اومدن دوتایی فکر میکردن که منو خوشبختانه ندیدن که توی ماشین نشستم. یه گاربیج اینجا جلوی مکدونالد هست. اومدن سمت این گاربیج. خانمه یک کیسه پلاستیکی دستش کرد توی این گاربیج و شروع کرد به گشتن. یک کن خالی نوشابه پیدا کرد و همسرشون که حدودا 7-8 متر اونورتر ایستاده بودن این ورورش رو نگاه میکردن، خیلی مستحصل که کسی نبینتشون و بلافاصله در کیسه رو باز کردن تا این خانم بره این کن خالی رو بندازه توی اون کیسه شون و بعدش هم خیلی سریع اینجا رو ترک کردن. خیلی ناراحت شدم براشون که توی این شرایط بد اقتصادی و این دور زمونه با این سن و سالشون برای مخارج زندگیشون درگیر هستن و دغدغه اینکه چجوری زندگیشون رو بخوان مخارج زندگیشون رو بخوان تهیه کنن، مجبور میشن به یه همچین کارهایی دست بزنن. و خواستم با شما به اشتراک بذارم که تا جوان هستیم و تا نیرو و توانایی دارین، تا انرژی دارین، وقتتون و سرمایه عزیز جون و زندگی و عمرتون رو توی یک بیزینسی بذارین که پلن بازنشستگی خوبی داشته باشه تا بتونین دوران سالمندی و بازنشستگیتون رو در آرامش بگذرونید. بیزینسی که من بهتون معرفی میکنم بیزینسیه که پلن بازنشستگی فوق‌العاده‌ای داره. بعد از 5 سال شما به راحتی به یک پسیو اینکام میرسین که ثابته و اگر ادامه بدین که از $5,000 شروع میشه تا $10,000، بعد $15,000، همینطور که ادامه میدین لول اپ میشین و بیزینسیه که شما به عزیزان درجه یکتون میتونین منتقل کنین. بعد از 120 سال خودتون نباشه به راحتی این بیزینس آیدیتون به دیگران منتقل میشه و اون مبلغ بازنشستگی به همسر یا به اولادتون میتونه داده بشه. فقط این که خواستم همین رو بهتون بگم که یک تلنگری بشه، هم برای شما هم برای خودم دوباره. و به شدت ناراحت شدم برای این دوتا خانم آقایی که واقعا روحم آزرده کرد. امیدوارم که هر جا هستین صحیح و سلامت باشین، جیبتون پرپول باشه و تنتون سلامت باشه. اگر دوست داشتین که در مورد این بیزینس بیشتر بدونین حتما به من پیام بدین تا بیشتر در مورد این بیزینس صحبت کنیم با هم دیگه و خوشحال میشم که اطلاعات این بیزینس رو در اختیارتون بذارم. موفق مایت باشید.